اگه مسافری و داری میری ایران یا از ایران میری جایی و خرج سفرت سنگینه، نگران نباش. چمدونتو سنگین کن، خرجت سبکتر میشه. خیلی راحت میری تو سایت پک سفر، اطلاعات سفرتو وارد میکنی و بفرما. اینم لیست پکایی که منتظر یه مسافر مطمئن مثل خودتن. جزئیات بسته ها رو هم میتونی ببینی و هر کدوم که به ظرفیت چمدونت میخوره انتخاب میکنی. اینطوری هم خرج تو سبکتر میشه، هم مشکل یه نفر رو حل کردی. تازه کلی حال خوبم به محیط زیست و طبیعت دادی. یادت باشه اگه یه وقت خودت هم خواستی یه بسته ای چیزی رو بفرستی به هر کجای دنیا یا یه خرید آنلاین داشتی و امکان پرداخت یا ارسالش نبود، بازم نگران نباش. مثل آب خوردنه، میای تو پک سفر، پکتو ثبت میکنی، چند دقیقه منتظر میمونی و بفرما مسافر پیدا شد. پک سفر، دنیای پک های در سفر.